بازم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، اما این دفعه از سمت یک خانم معلم. دو طرف این پرونده خانم عابدی، دبیر آموزش پرورش، 32 ساله، یک فرزند داره و در حال حاضر با پدرش زندگی میکنه. آقای خلیلیان بیکاره، 38 ساله، یک فرزند داره و تنها زندگی میکنه. خانم و آقا با هم دیگه مشکل داشتن، خیلی با هم مشکل داشتن. خانم ظاهراً زمانی که زندگی مشترک داشته با آقا با یک شخص ناشناسی در تماس بوده و از قضا این شخص ناشناس هم خواستگار قبلی خانم معلم قصه ما بوده. شوهرش متوجه میشه و میره، زمانی که خانم داشته توی نهضت سوادآموزی تدریس میکرده شروع میکنه به فحاشی کردن و که آره شما فاحشه‌ای و شما با فلان کسی و توهین و آبروریزی و این حرفا. خانم معلم ما به خاطر همین میره از شوهرش شکایت میکنه به جرم توهین و افترا و شوهرش هم به این جرم ها محکوم میشه و مجازات هم میشه. یک بار برای افترا برای پرداخت 100,000 تومان به دولت و برای توهین هم 700,000 تومان جزای نقدی به دولت محکوم میشه. بعد از اون خانوم میره مهریه‌اش رو میذاره اجرا، شوهرش میره دادخواست اعصار میده و حکم به تقسیط مهریه میگیره و چند تا از سکه های مهریه رو هم ظاهراً به خانم معلم ما داده بوده. خانم معلم قصه ما 1 ساله از شوهرش جدا زندگی میکنه، همراه با یه دونه بچه‌ای که داره، خونه باباش زندگی میکنه و شوهر نزدیک همون 1 ساله که اصلا به بچهشون سر نزده و هیچ نفقه‌ای نداده. خانوم میره شکایت میکنه از شوهرش که آقا این نفقه بچه منو نمیده و حتی شوهر به پرداخت نفقه بچهش هم محکوم میشه که حکمش هم در حال اجراست. شوهر این خانوم اعتیاد هم داشته که به خاطر اعتیاد همسر این خانوم معلم ما 1 بار دادخواست طلاق میده. میگه که آقا این شوهر من معتاده و من نمیتونم باش زندگی کنم، ولی بعدش میره دعواش رو استرداد میکنه. خانم معلم داستان ما از این شرایط خیلی خسته است. میره وکیل میگیره و وکیلش دادخواست میده برای صدور گواهی عدم امکان سازش بر مبنای عسر و حرجی که برای این خانم ایجاد شده. نفقه فرزندش رو نمیده، شوهر اعتیاد داره، خیلی بد اخلاق، آبروریزی میکنه. یعنی توی محل کار خانم معلم ما توی هر مدرسه‌ای که میره آبرو براش نذاشته. شروع میکنه به فحاشی کردن، توهین کردن، افترا زدن، داد و بیداد کردن و آبروی خود خانم و خانواده‌اش رو همه جا میبره. به خاطر همین دیگه میخواد طلاق بگیره. وکیل خانم دادخواست رو میده، جلسه رسیدگی تاریخش مشخص میشه. روز جلسه میرسه، آقا و خانم همراه با وکلاشون توی جلسه حاضر میشن. خانم میگه که من ادله‌ام شهادت یک سری شهودی هست که میخوان شهادت بدن که من نمیتونم با این آقا زندگی بکنم. علاوه بر این دادنامه‌ای که شوهر من به موجبش محکوم شده به توهین و افترا رو هم منظم این دادخواست کردیم. من نمیتونم با این آقا زندگی کنم. حالا به خاطر اینکه طلاقمو هم بده من 1 سکه از مهریه‌مو میبخشم. شوهر این خانم میگه که آقا من تا الان داشتم مهریه‌تو قسطی پرداخت میکردم، حکم تقسیط گرفتم، اما به شرطی طلاقت میدم که نه تنها مهریه‌تو ببخشی بلکه چند تا سکه هم که بهت دادم به هم برگردونی و تمام حقوق مالیت رو هم به من ببخشی. یعنی دیگه بگی که آقا من نه حق بر نفقه دارم نه حق بر جهیزیه دارم، هیچی، همه رو میبخشم. قاضی میبینه که خب نه، مثل اینکه خیلی اوضاع خیته، مثل دفعه قبل که میخواست بهشون بگه که آقا بیاد با هم آشتی کنید، زندگی چقدر خوبه، دوستالون یلدا شلون. میبینه نه آقا نمیشه، 1 راست میفرسته به داوری. داوران میبینن که نه واقعا نمیشه، میگن که آقا ما هم نمیتونیم کاری کنیم، هیچ امیدی نیست. دادگاه میاد چیکار میکنه؟ میبینه خب آقا دیگه عسر و حرج و فلان و اینا، میاد گواهی
عدم امکان سازش رو صادر میکنه. میگه آقا این گواهی خدمت شما، میتونید برید توی دفترخونه صیغه طلاق رو ثبتش کنید و این گواهی 3 ماه هم اعتبار داره. شوهر این خانم بهش بر میخوره، میگه آقا هم مهریه بدم هم طلاق بدم، بون چه وضعشه؟ میرم تجدید نظر خواهی میکنم. میره از رأی توی دادگاه تجدید نظر خواهی میکنه. دادگاه تجدید نظر میگه آقا ما توضیحات بیشتر میخوایم، اینجوری نمیشه. پرونده رو آش با جاش میفرسته توی دادگاه بدوی، میگه که آقا احضار کن این 2 نفر رو، ازشون دوباره یک سری سوال بکن، بعد دوباره پرونده رو بفرست پیش من. دوباره جلسه رستگی توی دادگاه بدوی تشکیل میشه. خانم این دفعه از سر ناچاری میگه آقا من 700 تا سکه از مهریه‌ام میبخشم، فقط طلاقمو بده. شوهر میگه نه، حالا نه تنها میخوام کل مهریت رو ببخشی، حقوق مالیتم ببخشی، باید بچه‌رم نگه داری تا من طلاقتو بدم. دادگاه تجدید نظر میگه که آقا اینکه شما شاهد آوردی که من توی اسر و حرجم و میخوام طلاق بگیرم و اینا، و این دادنامه‌ای که آوردی که میگی که شوهر من به توهین و افترا محکوم شده، اینا به نظر من دلیل اسر و حرج نیست. بیا برو زندگی تو بکن. این دفعه خانم بهش بر میخوره، میگه آقا یعنی چی اسر و حرج نیست؟ من پدرم در اومده تو این زندگی، شاهد برداشتم آوردم، دادنامه برداشتم آوردم، دارم میگم که آقا شوهر من توهین میکنه، فحاشی میکنه، افترا میزنه، آبرو بر من نذاشته، شما میگی اینا اسر و حرج نیست؟ خانم معلم قصه ما میره فرجام خواهی میکنه از این رأی، میگه که آقا رأی تجدید نظر خواسته رو نقض میکنم. یعنی چی؟ لطفاً دیوان عالی کشور به این رأی من رسیدگی کن، به این دادخواست من رسیدگی کن. اینجوری نمیشه، من پدرم داره در میاد. دیوان میگه که آقا اگه که زن توی اسر و حرج باشه دیگه لازم نیست مهریه‌شو رو ببخشه. یعنی همین که توی اسر و حرج هست کافیه واسه اینکه طلاق بگیره، دیگه بذل مهریه و اینها اصلا لازم نیست. بذل مهریه هم اینجا میتونه قرینه‌ای باشه برای میزان اسر و حرجی که خانم توی اون هست. وقتی خانم اینجا میاد میگه که آقا من 700 تا سکه از مهریه‌مو دارم میبخشم، این رو من قرینه قوی مبنی بر اسر و حرج این خانم میدونم. دیوان میگه که من اول موضوع رو میدم به مددکار بره تحقیق کنه، ببینه دقیقاً اوضاع از چه قراره و بعد رأی فرجام خواسته رو نقض میکنم و این موضوع رو دوباره میفرستم دادگاه تجدید نظر استان که دوباره از اول درست نه مثل قبل بهش رسیدگی بکنم. لینک رأی رو هم براتون توی کامنت ها میذارم، بخونید و با چیزی که من تعریف کردم مقایسه کنید که مروری بشه توی گفته های من و یعنی در واقع با اصطلاحات حقوقی میخونید رأی. من الان اینجا براتون رأی رو تحلیل میکنم، سادهش میکنم، ولی شما هم مخصوصا اگه دانشجوی حقوقید برید قشنگ رأی رو بخونید و کلی اصطلاح حقوقی جدید، جملات جالب داره که اگه کامل باش مواجه بشید میشه براتون خیلی مفید بشه. ما خیلی ازتون ممنونیم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. اگه تا اینجا نگاه کردین معلومه که به اینجور محتوا خیلی علاقه دارین، پس حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو هم لایک کنید، نظرتون رو هم بگید که دیگه خیلی ممنون میشم. خدافظ.